یعنی وقتی خیلی مشکلی با خشتومن هست، با خشتباری خشتومن است، می شود با اونها صحبت کرد که یعنی نترسیده که او هم مثل تو زن است، او هم مثل تو آدم است که همین کاری که تو میکنی نسبت من به احترامی هست، ظلم است، این کار رو نکن. یعنی یک راهی صحبت رو باید پیدا کنیم که ما نه صحبت نبو یا جنگ و جنجال میکنیم یا قهر میکنیم یا شکایت به شوهر و عائله رو بجنگ، یا اینکه گفتید نه عموما یک آدمی احمق است، با او صحبت کرده نمی شود. اگر با او مثل انسان صحبت کردید او اصلا قبول ندارد همین گونه انسان. پس در اینجا الله میگوید و اعرض عن الجاهلین، از اهل جهل، آنهایی که بفهم و به عقل هستند روی گردان. یعنی هر چی گویند بگویند، گپای آنها را اصلا به خود قبول نکن. یعنی عموما یک انسانی جاهل است، یک انسانی احمق است، چیزی که از زبانش میبراید اصلا باید به قدری باشد که بگوید، اما نباید آن را به دل گیریم و خود را هم بیمار کنیم و شوهر رو هم بیمار کنیم. یعنی یا با راهی با آنها صحبت کردن اگر اهل صحبت باشند، یا عموما با تغافل یا اینکه اهمیت ندادن و گوش نکردن به آنها که این انسان رو تغییر داده نمی شود، با این انسان صحبت کرده نمی شود، هر چی میگوید هم دیگر من پروا ندارم. با همین راه میتوانیم یعنی با یک اهمیت ندادن و با یک بی‌پرواگی کردن دیگر آرامی پیدا